ژانر ترسناک با فیلمی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم کاملا متحول شده. ابسشن یه فیلمیه که تازگی‌ها خیلی سر و صدا کرده و حتی اگه به ژانر ترسناک و درام زیاد علاقه نداشته باشیدم مطمئنم که عاشق این فیلم میشید. Well, why? You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. این فیلم چرا سر و صدا کرده؟ چرا میگن یه تحول بزرگ توی ژانر ترسناکه؟ چرا راجع به کارگردانش تا حالا چیزی نشنیده بودیم و کلی سوال دیگه که فکر میکنم شما میخواین جوابشون رو بدونید. کارگردان این فیلم یه یوتیوبر 26 ساله جنزیه به اسم کوری بارکر. کوری بارکر قبل از این فیلم 2 تا فیلم کوتاه با ژانر ترسناک هم ساخته بود به اسمای دچر و میلکن سریال. و وقتی یه نفر میاد بهش پیشنهاد میده که کمک مالی بهش میکنه و دچر رو به یه فیلم سینمایی تبدیل کنن، اون میگه که نه، من یه ایده جدید دارم. ابسشن. این فیلم با بودجه کمتر از $1,000,000 ساخته شده و تا الان $4,000,000 فروخته. حالا بریم سراغ فیلم. حقیقتش این ویدیو حاوی اسپویله و من به نظرم اگه این فیلم رو ندیدی اول ببینینش بعد این ویدیو رو ببینین. فیلم از اونجایی شروع میشه که بارون یا بیر توی گروه دوستی 4 نفر است که با همدیگه همکارن و اعضای دیگه گروه سارا و نیکی و ایان هستن. همون اول متوجه میشیم که بیر از نیکی خوشش اومده، یعنی از دوست صمیمی خودش، و به تازگی تصمیم گرفته که این احساساتش رو به نیکی بروز بده. حالا جلوتر توی فیلم متوجه میشیم که همونطور که بیر از نیکی خوشش اومده، سارا هم از بیر خوشش میومد. اولین دقایق فیلم یه اتفاقی میفته که قشنگ موضوع فیلم رو برای مخاطب باز میکنه. بیر میره خونه و متوجه میشه که گربهش سندی مسموم شده و مرده. کلا ما توی این فیلم با گربه و نماد گربه خیلی قرار سر و کار داشته باشیم. یه چیزی که این فیلم رو از بقیه فیلم‌های ژانر ترسناک جدا میکنه اینه که جامپ اسکرای خیلی وحشتناکی نداره یا خیلی کم داره. کلا از اون نوع فیلم‌ها نیستش که یه نفر با اره بیفته دنبال بقیه و بکشتشون. به نظر من چیزی که این فیلم رو ترسناک میکنه اینه که مخاطب احساس ناراحتی و ناامنی بهش دست میده و در طول تماشای فیلم شما رو با وحشت ذهن خودتون تنها میذاره که من دوست دارم اسمشو بذارم مدرن جامپ اسکر. بیایید طناب فیلم رو رها نکنیم. اونجایی بودیم که بیر برگشته خونه و با جنازه گربش روبرو شده. بعدش شبتر نیکی بهش زنگ میزنه و یادآوری میکنه که قرار 4 نفره برن بیرون با سارا و ایان. و توی همون مکالمه‌ای که پشت تلفن اتفاق میفته، نیکی گردنبند کریستالش رو میندازه توی چاه و از دستش میده. Tonight. Are you okay? No, I just dropped my crystal necklace down the drain. Oh shit. این خیلی اتفاق عادی به نظر میاد. ولی گردنبند کریستال نشانه محافظت و امنیت اون شخصه که خب نیکی اینجا از دستش میده. و نویسنده اینجا یه هینتی به تماشاگر میده که یعنی این کرکتر قرار احساس ناامنی و ناراحتی بکنه. کلا برام خیلی جالبه که نویسنده همون اولای فیلم یه سری هینتای کوچولو میده که بعداً قراره خیلی اتفاقای بزرگی راجبشون بیفته. نیکی به بر میگه که 2 هفته دیگه قراره استعفا بده و اینجا بر میفهمه که عملاً زمان زیادی برای سبک سنگین کردن نداره. پس باید توی ابراز احساساتش عجله کنه. بر برای جلب توجه نیکی میره تا براش گردنبند کریستال جایگزین بخره. میره توی یه فروشگاه خنزر پنزر فروشی و اونجا گردنبندهای کریستال رو میبینه و ازشون خوشش نمیاد و چشمش میفته به یه طبقه ای از فروشگاه. طبقه ای که توش برای اولین بار با جعبه وان ویش ویلو یا بید تک آرزو آشنا میشه. یه
یه جعبه قرمز کوچیک اسرارآمیز که خب خیلی بامزه به نظر میرسید و فکر میکنین که نیکی قرار از این خوشش بیاد. توی دوره همی شبونه ما متوجه خیلی چیزا میشیم. مثل هر فرند گروپ دیگه‌ای دخترها با هم صمیمی‌ترن و پسرها با هم. اینو از اونجایی میفهمیم که سارا برای اولین بار پیش نیکی اعتراف میکنه که از بر خوشش اومده. دور همیشون تموم میشه و بر میخواد که نیکی رو برسونه خونه تا یه فرصتی هم بشه که بتونه راجع به احساساتش باش صحبت کنه، از اون طرف هدیه‌اش هم بهش بده. نیکی واقعاً بر رو مثل دوست صمیمی خودش میبینه، مثل برادر کوچیکترش و وقتی که میفهمه که بر براش یه هدیه کوچیک خریده یکم آکوارد میشه، یکم اینجوریه که تو رو خدا از من خوشت نیاد. بر از نیکی میپرسه که چرا میخوای استعفا بدی و نیکی میگه که من میخوام به علاقم بپردازم، نویسندگی، عاشق نویسندگی بوده و میخواسته که یه کتاب بنویسه راجع به لاو استوری. Do you like me? What? Because if you do, now's the time to tell me. این سکانس واقعا اعصاب خورد کنه چون اینجا تنها جاییه که بر واقعا فرصتشو داشت که به نیکی اعتراف کنه و بگه که آره من ازت خوشم اومده، ولی بجاش میگه که نه، منم تو رو مثل دوست معمولی خودم میبینم. و وقتی نیکی میره خونش همونجا وای میسته و از توی کیفش جعبه بیده تکارزو رو در میاره. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. اینجاست که نیکی یهو از خونه دوباره برمیگرده سمت ماشین و به بر میگه که بیا امشب پیشم بمون. نیکی خیلی اصرار میکنه و حتی میگه که اگه تو نمیای من میام پیش تو بمونم. اینجا نیکی حرف خیلی عجیبی به بر میزنه. Maybe you want to come inside? I mean, I did just lose my cat, Bear. Oh, wait. I mean, you lost your cat. اینجا منطقی ترین دلیلی که نیکی این کارو کرد این بود که میخواست سرهم بر رو بخره، میخواست اینطوری باشه که خب بیا پیشم من حالم خوب نیست، ولی از جمله اشتباهی استفاده کرد که من میگم نه، اتفاقا از جمله خیلی درستی استفاده کرد. گربه نماد خونه، امنیت، آرامش، هویت و شخصیته و وقتی نیکی میگه که من گربه‌مو از دست دادم منظورش همه این چیزایی بود که بهتون گفتم. پس یه دلیل خیلی بزرگتر آورد و گفتش که من بابام سرطان داره و من حالم خوب نیست، نمیتونم تو خونه تنها بمونم. نیکی اون شب هر طور که شده خودشو میرسونه خونه بر و این دوتا یکم به هم نزدیکتر میشه و حین این داستانا نیکی یهو به خودش میاد و از رو تخت میپره، حتی میفته پایین. این رفتار رو از نیکی کنار ماشین بر بعد از شکوندن بیده تکارزو هم میبینیم که یهو از جاش میپره و دوست داره که کنترل خودش رو به دست بیاره. اینجا دیگه ما متوجه میشیم که نیکی تسخیر شده و رفتارهای عجیب از خودش نشون میده، ولی نیکی واقعی هم یه جاهایی دوست داره که کنترل کنه خودشو. نیکی همش میخواد به بر بفهمونه که سردرگمه، گم شده و یه جای کار داره میلنگه. صبح روز بعدش هم این دوتا بیدار میشن که برن سر کارشون و بر متوجه میشه که نیکی صبح بیدار شده و رفته گربه مردش رو از توی سطل آشغال بیرون کشیده و براش یاد بود گرفته و همینجا متوجه میشیم که نیکی عقلش رو از دست داده و اونا بعد اینکه میرن سر کار بر میاد راجع به همین عجیب غریب بازیای نیکی به ایان میگه، ولی راجع به بیده تکارزو بهش چیزی نمیگه و ایان هم خیلی عادی با این قضیه رفتار میکنه و میگه که احتمالاً نیکی رو مالی بوده، یه مواد مخدر به اسم MDMA یا مالی که وقتی آدم ازش استفاده میکنه رفتارهای تکانشی و بروز احساسات خیلی شدید دارن. بعدش هم وقتی که شیفتشون تموم میشه و میخوان برن خونه ایان سعی میکنه که نیکی رو برسونه خونش، ولی نیکی شبتر دم خونه بر دوباره ظاهر میشه. I was on MDMA. نیکی میاد به بر میگه که من آره از کریسمسه که از تو خوشم میاد و میخواستم بهت بگم و اینجور چیزا، ولی راستش این فیلم جنبه‌های روانشناسی خیلی زیادی داره
از اونجایی که کوری بارکر کارگردان این فیلم پدرش روانشناس بوده توی این قضايا خیلی کمکش کرد. رفتارهای مسموم، شیفتگی کنترل نشده، ابسشن و همه اینا واقعا به خوبی و درست توی این فیلم نشون داده شده. ولی ما توی این سکانس با نماد عقلانی سازی یا رشنالایزیشن آشنا میشیم. مغز ما وقتی متوجه میشه که یه سری اتفاقات عجیب غریب داره میفته اینجوریه که خب بیام عادی سازیش کنم. مثلا این موضوعی که میاد اعتراف میکنه که روی MDMA بوده یا وقتی میگه که از کریسمس از تو خوشم میومده، همش نشون میده که نیکی میخواد اوضاع رو آروم کنه. منطق نیکی اینجوریه که نه، من از دیشب عاشق بر نشدم، من از کریسمس از بر خوشم میومده، یا رفتارهای عجیبی با بر نداشتم، من روی مواد بودم. اینجا یه جورایی نویسنده هم میخواد مخاطب رو یه ذره قانع کنه که اوضاع تحت کنترله، مثلا هیچ چیز ترسناکی وجود نداره. بعد اینم نیکی و بر میرن تو رابطه. میرسیم به سکانس رستوران، اونجایی که بر و نیکی رفتن رستوران و دارن غذا میخورن و اینا که ایان مدام به گوشی بر زنگ میزنه و بر بالاخره جوابشو میده. ایان برمیگرده به بر میگه که من یه سری چیزا فهمیدم، اینکه بابای نیکی اصلا سرطان نداره و از اون طرف من از سارا شنیدم که نیکی قبلا گفته تو رو، یعنی بر رو، مثل برادر کوچیکترش دوست داره، نه بیشتر. اینجا اولین سکانس فیلمه که بعد این سکانس نیکی بیشتر و بیشتر با جادوی بید تکارزو مسموم میشه و از طرفی بیشتر سعی میکنه که بر رو کنترل کنه. ولی همه چیز توی این سکانس عوض میشه. بر واقعا میفهمه که خب نیکی تسخیر شده و جادو باعث این عشق و شیفتگی بیش از اندازه نیکی شده. پس من میتونم بگم که بعد این سکانسه که بر تبدیل به ویلن داستان میشه. چرا؟ چون دقیقا توی سکانس بعدش سعی میکنه به نیکی نزدیک بشه و ازش سوء استفاده کنه. نیکی کاملا کنترل بدن خودش رو از دست داد. اینو از کجا میگم؟ از اونجایی که یه روز بر شیفت کاریشه و اون روز نیکی شیفت نداره. نیکی کل روزو پشت در وای میسه و منتظر بر میمونه و حتی برای دستشویی و اینجور چیزا هم اونجا رو ترک نمیکنه. اونجایی کاملا متوجه میشیم که اوضاع وخیم شده که میبینیم نیکی برای ناهار بر گربه مرده خودشو پخته و ساندویچش کرده. بر دیگه اینجا با حرکت‌های عجیب غریب نیکی احساس خطر میکنه و میره اون جعبه بید تکارز رو پیدا میکنه و توی پشتشون شماره پشتیبانی که براش گذاشته بودن رو بهش زنگ میزنه و یه مردی جواب میده. Is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. Okay, then I would like to cancel. You'd like to file a cancel request? Yes, a cancel request. We don't really do that. What? We don't really You were do just that. making it sound like I could put in a I was request. just guessing your intention, man. What the hell? What can I do then? Nothing really. So she's just fucked forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live? و اینجاست که خب بر ناامید میشه و اینا، ولی اون آقای پشت تلفن بهش میگه که اصلا دوست داری با نیکی واقعی صحبت کنی. اینجاست که بر برای اولین بار واقعا با درد و رنج و عذابی که نیکی واقعی داشت میکشید واقعا روبرو میشه. Do you want to speak to her? بر وقتی میره پیش نیکی متوجه میشه که اون کل روزو منتظرش بوده. یعنی انقدر کنترل رو از دست داده بود. وقتی بر از نیکی میپرسه که چرا روی خودت بالا آوردی؟ چرا حالت خوب نیست؟ نیکی اینجا میگه که من مسموم شدم. همون نمادسازی و یه سری نشونه هایی که نویسنده داره میده. نیکی واقعا مسموم شده و با یه بالا آوردن ساده هم همه چیز حل نمیشه. همونجاست که بر میخواد بره یه مهمونی شبونه با دوستاش که نیکی با اصرار همراهیش میکنه. دوست دارم اینجا یه لحظه برگردیم به چند دقیقه اول فیلم. اونجایی که نیکی میاد میگه من دوست دارم نویسنده باشم و میخوام کتاب بنویسم.
پس ما اینجا میفهمیم که نیکی قلم خوبی داشته و اینجا هم یه سری جاها سعی میکنه از اون استعداد نویسندگیش و قلم خوبش استفاده کنه تا بتونه با بر صحبت کنه. توی اون مهمونی شبونه نیکی یه پاراگراف از کتابی که جدیداً میخواد بنویسه یا شروع کرده به نوشتنش برای بچه ها میخونه. با اون پاراگراف وحشتناکی که نیکی میخونه یه جورایی مخاطب متوجه احساس واقعی نیکی نسبت به بر میشه. حالا این پاراگراف چیه؟ یه داستان قدیمی راجع به هانسل و گرتل وجود داره که یکم ترسناکه و راجع به خواهر برادری به اسم هانسل و گرتل که از خونهشون میان بیرون و گم میشن تو جنگل و اینجور چیزا و یه خونه آب نباتی پیدا میکنن که توش یه جادوگری میخواد گولشون بزنه و بخورتشون. ولی تفاوتش اینه که نیکی وقتی میخواسته این پاراگراف که از اون روایت یه جورایی اومده برای بچه ها بخونه، هانسل و گرتل رو که خواهر و برادرن طوری توصیف میکنه که میخوان از لحاظ احساسی و فیزیکی به هم دیگه نزدیک بشن ولی به شکل خیلی وحشتناکی. The air was charged by the distant call of a night bird. His face was obscured, but I knew he was looking at my chest. و اینجاست که نیکی برای اولین بار احساس واقعیش نسبت به بر که مثل یه برادر کوچیکتر میدیدش رو به بر میفهمونه که چقدر چندشه، چقدر احساس بدی داره که تو با یه نفر تو رابطه باشی و بهش نزدیک بشی که مثل برادر کوچیکتر خودته. نیکی اون شب توی اون دوره همی رفتارای عجیب غریب زیادی رو نشون میده ولی اوضاع اونجایی خیت میشه که توی بازی بر مجبور بوده که نفر سمت چپیش که خب سارا میشه رو ببوسه و نیکی حسودی میکنه و اوضاع کاملا بیریخت میشه. اونطور که گفته بودم نیکی جاهایی که میدید اوضاع خیلی بده و داره کارهای عجیب غریب ازش سر میزنه، نیکی واقعی در واقع، اینجاها میزد بیرون. اینجاها بیشتر انگار تلاش میکرد که کنترل کنه خودش رو و اون لحظه ای که خب اون رفتارا رو با سارا و بر انجام میده و بقیه میبینه انگار واقعا متوجه میشه که این نیکی واقعی نیست و سعی میکنه که خودش رو کنترل کنه ولی کنترلی که اینجا راجبش صحبت میکنیم دیگه واسه اوکی کردن و تلطیف کردن اوضاع نیست. اینجا نیکی واقعا دیگه سعی میکنه خودش رو بکشه. توی اون چند ثانیه‌ای که کنترل رو دستش گرفته سعی میکنه به خودش آسیب بزنه. همون شب وقتی نیکی و بر برمیگردن خونه خب بر عصبانی بوده، شاکی بوده که تو چرا همچین رفتارایی رو نشون دادی، با اینکه میدونست چرا این رفتارا رو نشون داده ها ولی خب یه ذره با نیکی دعواش میشه ولی نیکی اینجا یه کار دیگه میکنه. نیکی وقتی میفهمه که بر میخواد شب بره پیش ایان بمونه و میخواد که یه ذره ازش فاصله بگیره شروع میکنه دوباره از قدرت نویسندگیش و قلم خوبش استفاده کردن. Well, if I have the battle to myself tonight, I'll lay there warm until slowly I feel cold. و اینجاست که برای اولین بار نیکی حس و حال خودش رو راجع به تصورای مکرری که درباره مرگ و کشتن خودش میکرده رو به زبون میاره و میگه که چقدر احساس خودکشی، مرگ، آسیب زدن به خودش رو تصور کرده و چقدر با این احساس آشناه. نیکی بیشتر از قبل وارد جنگ شده بود با خودش و اینو توی یه سری از سکانس‌ها که سعی میکنه خودش رو از بر دور کنه ولی نمیتونه و دوباره نزدیکش میشه هم میبینیم. این دیگه یه جور عشق و عاشقی عادی نبوده. این احساس توی نیکی تبدیل به یه سم، یه شیفتگی خیلی اعتیادآور و غیر قابل کنترل شده بوده. میرسیم به شبی که بر و نیکی خوابیده بودن و بر یه تکسی از سارا میگیره که باید بره ببینتش. بر آروم آروم از تخت بیرون میاد تا نیکی رو تنها بذاره و بره بیرون ولی یه زمزمه ای میشنوه. Bear? I'm just getting water. Kill me, please. What? She's sleeping.
It's me. اینجا واقعا یکی از سکانس‌های اعصاب خردکنه دیگه این فیلمه که دوست داری ویلن که همون بر باشه رو همونجا بکشی. What's so bad about being with me? I've never been with you, Bear. چون به جای اینکه به این توجه کنه که نیکی داره عذاب میکشه، نیکی واقعی نیست که عاشق من شده و همه اینا تقصیر منه، برمیگرده از نیکی میپرسه که یعنی با من بودن انقدر برات سخته. بر دوباره بهش بی‌اعتنایی میکنه و تنهاش میذاره و میره پیش سارا. اینجا یکی از سکانس هاست که واقعا ریلیتبله و میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. سارا یه دختریه که از چیزی خبر نداره و از طرفی دوست صمیمیش با پسری که دوستش داشته و روش کراش داشته رفته توی رابطه. پس من به سارا حق میدم که فکر کنه نیکی داره از بر سوء استفاده میکنه یا بر در واقع اون پسر مظلومه ماجراست و بهش میگه که اون به دوست پسر نیاز نداره، اون به تراپیست نیاز داره. این سکانس تبدیل میشه به معدود جامپ اسکرایی که این فیلم داشته و نیکی یهو از ناکجا آباد پیداش میشه و سعی میکنه که سارا رو با وحشتناکترین حالت ممکن بکشتش. اونا از شر جنازه خلاص میشن و بر میره که فکر کنه ببینه میتونه چی کار کنه. بر تصمیم میگیره که بره و یه جعبه بید تک آرزوی دیگه بخره تا بتونه که یه آرزوی دیگه داشته باشه. بر 3 تا جعبه آخر وان ویش ویلو رو خریداری میکنه و سعی میکنه که دوباره یه آرزوی دیگه کنه. ولی همونطور که گفتم بید تک آرزو فقط یک بار کار میکنه و دیگه بر از فرصت خودش استفاده کرده بوده. پس منطقی ترین کار رو میکنه، میره پیش ایان تا از تک آرزوی ایان استفاده کنه. I made a wish. I didn't think it would work. I wish that Nikki would love me, but it worked. Think about it, dude. Think about how she's been acting lately. مشخصاً ایان حرفشو باور نمیکنه. میگه که تو بردی نیکی رو پیش جادوگر یا طلسمش کردی. ولی بر بهش میگه که نه، من فقط همین بید تک آرزو رو شکوندم و ازش میخواد که آرزو کنه که بر هیچ وقت آرزو نکرده بود. I wish for $1 billion. بر اینجا ناامید میشه و اون 2 تا جعبه باقی مونده رو برمیداره و میره خونه و نیکی رو تو وضعیت خیلی افتضاحی پیدا میکنه. نیکی به جای خلاص شدن از شر جنازه سارا اون آورده بود خونه، لختش کرده بود، لباساشو پوشیده بود، موهاشو شبیه سارا درست کرده بود و تتوهای سارا رو هم روی بدنش تقلید کرده بود. این کار از نیکی میتونه کاملا منطقی باشه چون که نیکی یه جورایی با بر هر روز ابسست تر میشد. پس متوجه شده بود که بر ممکن است سارا خوشش اومده باشه و میخواست خودش رو شبیه سارا درست کنه. توی این چند دقیقه آخر فیلم ما متوجه میشیم که نیکی بیشترین حد از مسمومیت و شیفتگی رو داره. از طرفی ایان هم میاد دم در خونه بر و تعجب کرده بود، میخواست به بر بگه که آره این جعبه واقعا کار میکنه، اینجور چیزا. و نیکی اونجاست که دیگه هیچ چیزی جز بر براش اهمیتی نداره و میزنه ایان رو هم میکشه، یعنی یکی از دوستای صمیمی دیگه‌ش رو. دیگه انگار آسیب زدن به بقیه و حتی به خودش و شخصیت خودش براش کار راحتی بود چون که فقط بر رو میدید، فقط عشق و علاقه و احساس بر نسبت به خودش براش اهمیت داشت. بر اینجا دیگه خیلی میترسه، سعی میکنه نیکی رو آروم کنه و بهش میگه که نه من دوستت دارم، عاشقتم، همه چیزو درست میکنیم و نگران نباش. و اینجا بر پا میشه میره دستشویی در رو قفل میکنه و یکی دیگه از اون نمادسازی فیلم که توی اول ویدیو هم بهتون گفته بودم دوباره اتفاق میفته. بر با نهایت مسمومیت و شیفتگی توی بغل نیکی میمیره و بالاخره طلسم نیکی شکسته میشه. و توی این سکانس دیگه نیکی میمونه و 3 تا جنازه‌ای که میدونسته چه بلایی سرشون اومده. اینجا لاو استوری نیکی به طرز وحشتناکی تموم میشه.
شاید هم رومنس بر به پایان خودش میرسه. خلاصه که این فیلم یه شاهکار توی ژانر ترسناکه و به نظر من لیاقت همه توجه هایی که گرفته رو داشته. امیدوارم که از دیدن این فیلم و این ویدیو لذت برده باشین و خداحافظ.